ایشون کوکب خانومه، دوست مامانم که زمان قدیم آرایشگر و هنوزم کاملا پایبنده به آرایش کردنهای زمان قدیمیش. با دست به کل صورتش میزنه، ابروی کادر میکشه با مداد، عاشق سایه آبیه، با انگشت سایه میزنه و فید کردنم تو کارش نیست. این راجع به خط چشمی که میکشه اصلا نظر ندید. ریمل هم که حتما باید با دهن باز بزنه. روژ قرمز که امضای کارشه، هم به لبش میزنه هم به گونه‌اش، حتی نمیتونه فیدش کنه، یه کمی هم توف میزنه. اصلا راضی نمیشد، ولی بالاخره راضیش کردم که اون ور صورتشو به سبک امروزی میکاپ کنه. اول پوستشو با تونر تمیز کنه، بعد مرطوب کننده بزنه. حالا کرم پودرشو بزن و با اسفنج نمدار بلندش کنه. استعداد آرایشگری داره، زود یاد میگیره. بهش گفتم این دو قسمتو کانسیلر بزنه، بلندش کنه، ابروشو کادری نکنه، به جاش از ژل ابرو استفاده کنه. چون عاشق سایه آبیه، بازم این سمت آبی اما این زد. دفعه بهش براش دادم تا خیلی راحت سایه‌شو فید کنه و تمیز در بیاره. عاشق شاینه، وقتی اینو بهش دادم خیلی ذوق کرد. به جای اون خط چشمی که کشیده بود، لثه چشمشو مشکی کنه و زیرشو با سایه فید کنه. قبل از ریمل فرموژه بزنه. بهش گفتم سعی کن دهنتو ببندی موقع ریمل زدن. با پودر فیکس هم که هیچ آشناییتی نداشت، رفت تو حلقش. به جای رژ لب بهش رژگونه مایع دادم. برای لبش هم اول باید خط لب بکشه، بعد داخل لبش رو رژ لب بزنه. خودش که خیلی خوشش اومد، گفت بازم باید بهم یاد بدی. حالا به نظرتون میکاپ کوکب خانوم بهتر شد یا میکاپ من؟ رونالدو باید به جرم کودک آزاری دستگیر بشه، چون 4 تا قانون سفت و سخت واسه طفل معصوماش گذاشته و نمیذاره آب خوش از گلشون بره پایین. اولیش ممنوعیت دوش آب گرم برای پسراشه، فقط دوش آب یخ. توی مصاحبهش گفته پسر بزرگم یکم روی این قانون نافرمانی میکنه ولی خودم حالیش میکنم. حق داره، خب آب سطحی اصلا حال نمیده، دوش گرفتن من درز میکنم. دومین قانونش ممنوعیت چیپسه، یعنی خدا نکنه دست یکی از این فروشگاه‌ها چیپس ببینه شوتش میکنه تو پنجره. سومین قانونم ممنوعیت پیتزاست. کریس چون از فست فود متنفره و نهایت آخر هفته با خواهش و تمنای جورجینا خانم میذاره یه پیتزا با ژامبون 5% از اصغر کسی به سرگوشه سفارش بده. آخرین قانونم ممنوعیت شکلات. مرد حسابی چه وضعی رو انداخته. کریس روی این قانون هیچ جوره کوتاه نمیاد، گفته پسرا که کوف بخورن، حتی نمیذارم دخترای خوشگلم لب به شکلات بزنن. ای خدا بزنه به کمرت کریس که خودت اشغال کردی، الان نمیذاریم بچه‌ها نفس بکشن. حالا شما نظرتون در مورد این سختگیری کریس تو کامنت ها بنویسید که چی؟